دقیقه به حرفام گوش کن و بهم بگو کجاش دروغه. مردم، این عراقی ها پشت سر جاویدنامه‌های ما میگن که به درک واصل شدن و به جهنم رفتن، ولی ما ایرانی ها 40 روزه داریم پشت گوشی به حال روز مردمی گریه میکنیم که هیچ وقت ندیدیمشون. ما ایرانی ها موقعی که فیلم سقوط از سینمای ایران پخش میشد، از این قسمت به قسمت بعدی تمام دلهرمون این بود که خدایی نکرده دست اون مرد عراقی به ناموس ایرانی بخوره. ولی این عراقی ها داخل شهر مشهد اقامتگاهایی رو باز کردن و ناموس ایرانی رو به صیغه عراقی ها در میارن و بهشون وعده بهشت میدن. مردم، ما ایرانی ها موقعی که ورزشکارامون به مسابقات میرن، موقعی که به مبارزات میرن، با تک تک ضربه هایی که به اونا میخوره بدن ما درد میگیره و ناراحت میشیم. ولی این عراقی ها با شلیک مستقیم به مسعودها، با شلیک مستقیم به سپرها ورزشکارای کشور ما رو کشتن. مردم، ما ایرانی ها 4 روزه 5 روزه داریم فیلم بچه میمونی که توی ژاپن از پدر مادرش جدا شده رو دست به دست میکنیم و بغض میکنیم و باهاش گریه میکنیم. ولی این عراقی ها بچه هایی رو برای همیشه از پدر مادرهاشون جدا کردن که میتونستن بهترینای دنیا باشن. مردم، آگاه باشید که آزادی و آبادی ایران از رگ گردن به هممون نزدیکتر است. پاینده ایران جاوید شاه.